لابی بود، حالا در خود لابی باز من دوباره جزئیات ارائهش رو توضیح میدم. این نمای سمت شمال ما با توجه به اینکه نزدیک همسایه اون شیشه یه چیزی داریم، بیشتر دنبال طرح‌ها و پترن‌هایی بودیم که علاوه بر جلوگیری از دید و نور رو داره. پس رفتیم سمت کارهای مشبک و کورتکس و انتخابمون این بود که پنل‌های آجوریه داشته باشیم و از فضای منفی و مثبت تشکیل شده نمامون در فضاهای مثبت و منفی در هر دو فضا پنل‌های آجوری رو داریم. فضاهای مخصوصمون فضای مشکی یا ورق کامپوزیت ضد حریقی یا سنگ لاشتوره. فضایی که سیمان می‌بینید پایین سنگ لاشتوره که در طبقات بالا سنگ لاشتوره شارژ شده. تمام بالکن هایی که به این سمت داریم، سمت شمال داریم، فلاور باکس دارن و فلاور باکس ها پشت این فضاهای مشبک قرار گرفته که در طبقات واحد ها میبینیم. پنل های آجوری ما به صورت پیش ساخته شده. اینجا با جوشکاری پنل ها با جر ثقیل یک شب جر ثقیل بلندش میکنه و یه مقطعی روی نما جوش شده، یه مقطعی روی پنل جوش شده که اینها به هم متصل میشه و فیکس میشه و همه اینها به صورت خشک انجام میشه و کل این نما قابلیت اینا داره که در 10 الی 15 روز اسمبل بشه این دست آجرها. یعنی هر پنلی، هر دو پنلی در یک شب میتونه نصب بشه و خب ما کلا 17 پنل داریم و در 15 روز به راحتی اتفاق میفته. ما یه در ورودی داریم بین این دو تا ستون که یه در ورودیه با ابهت خواهد شد که یه درب پیوت شیشه‌ای میشه وارد لابی میشه. کل فضای لابی ما تبدیل به مسکونی نشده. همه فضای 470 متری لابی هست و یه لابی مجلل و پر از امکانات میشه. توی لابی یه نیم طبقه داریم که اون نیم طبقه بیزینس لانچه و یه کافه برای خودش داره که قرارهای کاری اتفاق بیفته. باز زیر اون نیم طبقه سینما رو تشکیل دادیم و سینمای پروژه اونجا قرار داره. در مشاعات ما در منفی ها منفی یکمون 4 تا اتاق مید داریم که هر واحدی بخواد بتونه مید خودش رو اونجا مستقر کنه. منفی 1 منفی 2 و منفی 3 پارکینگ همون هست و پمپ خونه ما هست و منفی 4 سالن اجتماعات رو داریم که یه سالن مهمانی بزرگ قابل قبوله با محل دیجی و آشپزخونه و اتاق میکاپ. سالن جیم رو داریم که باشگاه ورزشی پروژه است که هر دو تا این سالن یه خاصیتی دارن که مشرف استخر پروژه میتونن باشن، میتونن با شیشه هوشمند یا پرده جدا سازی بشن. امکان این رو وجود داره براشون. منفی 5 ما یه فضای کاملا یه فضای آبی مجهزه که بحث خود استخر کودک، استخر بزرگسال، جکوزی، سونای بخار، سونای خشک، همون ترکی، اتاق اسپا، تونل مهباش، میکاپ و همه این اتفاقات رو داره. علاوه بر این یه نیم طبقه‌ای به عنوان کافه تعبیه شده که هم به جیم میتونه ساپورت بده، دسترسی داره و راه مجزا داره به باشگاه ورزشی، هم به فضای استخر و مشاعات آبی. حتما بریم من پنل آجوری رو یه مقداری جزئیاتش رو به شما توضیح بدم و درباره نما اگر سوال